اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. دیروز یک هیئت سیاسی و تجاری بر رهبری مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد و مورد استقبال گرم مقامات آن کشور قرار گرفت. وزیر صحت عامه در سفرش به کشور ایران با انیسه خزعلی معاون رئیس جمهور ایران دیدار کرد. در این دیدار بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش صحت به ویژه ارتقای ظرفیت پرسنل صحی، تشخیص و درمان سرطان و تبادل تجربیات بحث صورت گرفت. وزارت اطلاعات و فرهنگ خبر ساخت موزیم به منظور حفظ ارزش‌های جهادی ملت افغان را می‌دهد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ملا خیرالله خیرخواه می‌گوید افغان‌ها در یک قرن گذشته سیه بر قدرت جهان را که می‌خواست افغانستان را اشغال نماید به زانو درآورد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید بعد از نشست مشترک با نمایندگان شرکت‌های هوایی خصوصی قیمت‌های تیکت‌های خارجی کاهش یافته است. در بخش تحصیلات عالی خبر خوش دیگر این است که در پهنتون‌های بزرگ در تشکیل جدید برایشان معاونت تحقیقی در نظر گرفته شده است که آمریت‌های مجله‌های ملی و بین‌المللی مرکز تحقیقی و لابراتوار در آن شامل است. این اولین بار در تاریخ تحصیلات عالی است که برای تحقیق بودجه مشخص شده در نظر گرفته می شود. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگوید این بار یک تن از محصلین این اداره توانسته سیف الکترونیکی بسازد. مسئولین قماندانی امنیه کنرها میگوید در مناطق مختلف این ولایت 40 میل اسلحه و مهمات کشف و ضبط شده است. این سلاح‌ها به صورت غیر قانونی در منازل نگهداری میشد و به حکم رهبری در اختیار نیروهای امنیتی قرار خواهد گرفت.